بنده خدایی بود، ما از خوشمون میومد. بعد شما رو اینا رد و بدل کردیم و اینا، ما با دوست شد. خیلی هم ما به احترام گذاشتیم، خیلی هم واسه وقت گذاشتیم. من عاشق این شد. بعد زنگ میزدم و فلان و اینا، دیدم این آخر دیگه هرچی زنگ میزنم این داره مثلا به قول امروزه میپیچونه. مادرم گیر میده و چه و فلان و اینا. ما با یکی از دوستامون بودیم اون موقع موتور داشت، تو پاک داشت دور میزد و اینا. یه دفعه اینجور قیافه دیدم ترک یه نفر. حالش نگاه کردم، خدای اینه اونه. منم اصلا رفت رو مخم، خیلی خود دوستش داشتم اینا. ما رفتیم دنبالی، دیدیم نه بابا خودشه. آره ترک یه پسره‌ای بود، پسره از این استیخسیخی آره از اونا زده. بعد از اون دیگه من اون شعر بچه ننه رو گفتم. لیاقتت همینه که باشی با اون بچه ننه و فلان اینا. که بهش هم گفتم مثلا بودم من احترام به تو میذاشتم، میبردم مثلا اون موقع تو شهر ما دیگه میبردم بهترین رستوران رو صندلی نشستی احترام